اسمت چیه؟ وینگ رو. تو مایکلی نه؟ شما همیشه با هم کار میکنی؟ همیشه. خیلی به هم نزدیکین نه؟ خیلی. اگه این دفعه موفق بشیم بازم با تو کار میکنم. آره دیگه حرف نزن، خوشتی باشه. اوضاع چطوره؟ عالیه. طبق برنامه تو بولوار ونیز پیچی سمت راست. یه مالینه باید فاصله دارم. خیلی خوب. دویست و یازده به همون حمله شده. شماره 211 گزارش شد. ماشین حمله کو. گزارش دادم. 3 دقیقه وقت داریم. حالا هشتاد ثانیه مونده. مراقب مراقب مراقب. ای خوشی، اون کثافتو میبینی از گوشاش خون زده بیرون، صدا تو نمیشنوه. آروم باش. پیداش کردم. سر به سر من نزد. سر به سر من میذاری. چه غلطی کردی؟ میخواست کاری بکنه. کثافت کودان.
تو اونجا چی دیدی؟ من فقط صداشونو شنیدم. خیابونای اطراف بسته شده. جستجو ادامه داره. تمام. به کلیه گشتی‌های بزرگراه‌ها مهاجمین مسلح و خطرناکن. آمبولانس پیدا کردین؟ 4 تا خیابون اون طرفتر بلش کردن. خیابون 22 بین فدرال و فلاور. آتیشش زدن و همه چیزو سوزوندن، اسلحه ها، لباسا، همه چی. اونا تو هلیکوپتر بودن و چند دقیقه آخر رو به خوبی ضبط کردن. اینو 2 هفته پیش از فرزنو دزدیدن. کامیون زردم پریروز از وینر دزدیدن. پرونده رو قبول میکنی سروان یا مال پلیس محلیه؟ به نظرت این کار یه مشغول باغدوز معمولی میاد؟ پرونده مال پلیس جناییه. 3 تا موتور سوار داریم. تنها چیزی که دیدن چند تا مرد نقاب داره. اونا دور بودن ولی اون یارو خبرنگار تلویزیون نزدیکتر بوده. کسی رو شناسایی کرده؟ قایم شده بوده. بیشترشو شنیده. خب اینا چی؟ طبق گفته‌های خبرنگاره این یارو شروع کرده به حرکت کردن. چه عاقلانه؟ یه نفر یکی از اونا رو خوشتیپ زده. خوشتیپ؟ آره. این نگهبان به نظر من این یارو رفته اسلحه دور مچ پاشو بکشه از اینجا. بعد بانگ 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 افتاده این طرف. این یکی به نظر میاد 2 بار به جناق سینه‌اش تیراندازی شده. علائم دور زخم سرش و سوختگی استخوان‌ها نشون میده که از جلو بهش شلیک شده. 1,600,000 دلار اوراق قرضه بوده. به بقیه پولا کاری نداشتن. چون وقت نداشتن دقیقه‌ای کار میکردن. زمان واکنش ما نسبت به اینو دزدی رو میدونستن. منطقه رو میشناختن، جلوی حرکت رو گرفتن، وارد شدن و در کمتر از 3 دقیقه فرار کردن. اینجا نقطه خوبیه، راههای فرار خوبی داره. 2 تا بزرگ راه در فاصله نیم مایلی. دوربین ترافیک چی؟ احتمالاً از کار انداختنش. برای چک کنیم. طرز کارشون رو میشناسی؟ طرز کارشون نشون میده حرفه‌ای‌ان. وقتی بعد از کشتن 2 نگهبان وضعیت برای همشون تبدیل به سرقت مسلحانه همراه با قتل شده، بدون لحظه درنگ نگهبان شماره 3 رو کشتن. چرا؟ چون چه فرقی میکنه؟ چرا یه شاهد زنده باقی بذارن؟ درسته. اونا با کوچکترین اشاره یادم میکشن. نوع حمله نشون میده که از لحاظ تکنیکی حرفه‌ایه. احتمالاً سرقت‌های دیگه‌ای هم داشتن. دنبال سرقت‌های پیچیده‌ای بگردین که اخیراً اتفاق افتاده و ما از حلشون عاجز بودیم. از FBI بخواه کسی رو با نام مستعار خوشتیپ بررسی کنه. باشه. اونا میرن اوراق قرضه رو بفروشن. مالخرای همیشگی رو بررسی می‌کنیم. من و تو میریم سراغ کوزمارو و تورینو. تو هم برو پیش گلدستاین و آلفارو. تو هم بچسب به گروه جرم شناسی. میخوام نوع مواد منفجره رو شناسایی کنم. اگه یه چیز غیر عادی باشه میتونیم فروشنده رو ردیابی کنیم. خب کار چیه؟ یه بانکه. پنجشنبه ها پولا رو به این شعبه میارن تا بین شعبه ها پخش کنن و حقوق روز جمعه رو بدن. بنابراین پنجشنبه ها صندوق شعبه مرکزی پره. سرقت شبانه‌ست یا حمله میکنیم؟ حمله از در جلو. چند نفر میخواد؟ 3-4 نفر به علاوه راننده. میرین تو میزنین و میاین بیرون. برای این 3,000 دلار پیش میخوای بعدم 10%؟ به نظرم کابوی بازی میاد. اگه زنگای خطر رو به صدا در بیارن باید قبل از اومدن پلیسا فرار کنیم. اون چی میشه؟ 3 تا سیستم هشدار دهنده دارن. 2 تا تلفن معمولی و یه همراه. ولی سیگنالا به جای فرستاده نمیشن چون شب قبلش میرین و سیستم رایانه‌ای رو طوری برنامه‌ریزی میکنین که خودش دوربینای فیلم برداری رو 20 دقیقه قبل از ورود شما خاموش کنه. نقشه‌های سیم کشی برق و ساختمون رو همه رو دارم. بچه‌ها برنامه‌شو آماده کردن. فقط کافیه یه راست برین سراغ رایانه. مقدارش چقدره؟ کمی بالای 12 میلیون دلار. قبوله؟ تبریک میگم. بذار بهت بگم تخمینم از کجا به دست آوردم.
بلکه ارقام دقیقه. من صورت حساب چاپ شده گردش نقدی 2 ماه گذشته بانک رو این دارم. اطلاعات از کجا آوردی؟ این اطلاعات از تو هوا پرواز میکنن، به همه جا فرستاده میشن، فقط باید بگیریشون. من میدونم چجوری بگیرمشون. یه لمی داره. بسیار خوب، این 13 میلیون ممیز 9. قبول کرد. خوبه. به چی گفتم؟ بیا جور شد. به بنزن تلفن کن پولو بگیر. چجور آدمیه؟ یه تاجره. باش. ما نمیخوایم به کسی سلام بزنیم. ما برای پول بانک اومدیم، نه پول شما. پول شما به وسیله دولت بیمه شده، یه سنت هم از دست نمیرید. فکر خانواده‌تون رو بکنین، جونتون رو به خطر نندازین، قهرمان بازی در نیارین. میخوام روی زمین بشینین، دستاتون رو بذارین روی سرتون. اگه کسی مریضه یا ناراحتی قلبی داره بره کنار دیوار. کلیدو بده. کدوم کلید؟ بخوام رو زمین بشین تکونم نخور. بی حرکت. هی بی حرکت. همه پایین. بی حرکت. پایین. بی حرکت. تکون نخورین. ای کاسالس، شماها دارین رو پرونده کسی به نام لین مکالی کار میکنین؟ خبرچینی به نام هیو بنی در مورد یه بانک چیزی زنگ زد. وینسن، بانک فاریس داشتم ساعت 11:30.
خیابونای پیگر و پنجم بسته بشه، همینطور تقاطع فلاور و ششم به طرف شمال. از بانک اومدم بیرون. باید تو ماشین دستگیر بشن. صبر کنین همشون برن تو ماشین. خوب هدف گیری کنین، مراقب پشتتون هم باشین. پلیس رد شید. پلیس رد شید. دور شید دور شید. موفق شدیم. برین کنار. برین کنار. بیا تو ماشین.
بخواب زمین. بخواب زمین. بخواب زمین. بیا عزیزم بیا. اصلا نترس، تموم شد.
بهت گفتم دیگه بر نمیگردم زندان.